دایناسورا رو ضربه فنی کرد و اومد بالا. حرف از مانتیسه، یه شکارچی ریز اما حرفه‌ای که قدمتش برمیگرده به 135 میلیون سال پیش، یعنی هم دوره با دایناسورها. حالا تصور کن حدود 30 میلیون سال پیش یه مانتیس توی جنگل‌های گرمسیری گیر میکنه تو قطره شیره درخت. اون قطره سفت میشه و تبدیل میشه به کهربا و نتیجه یه تایم کپسول طبیعی. این نمونه باور نکردنی رو تو جمهوری دومینیکن پیدا کردن. یه مانتیس واقعی دست نخورده، همونطور که 30 میلیون سال پیش بوده. جزئیات بالها، دستها، حتی فرم بدنش دقیق مونده. فکر کن چه راه طولانی رو پشت سر گذاشته، از دوران دایناسورها، از انقراض‌ها، از عصر یخبندان تا همین امروز، و هنوزم همون شکارچی صبور و دقیق باقی مونده. یعنی وقتی الان توی باغچه یه مانتیس میبینی، داری به نسل زنده یکی از قدیمی ترین شکارچی‌های زمین نگاه میکنی، موجودی که تاریخ رو زنده نگه داشته.